سلام، خیلی خوش اومدیم به ولاگ تولدم. در واقع الان چند روز از تولد من میگذره، چون که من تولدم 23 دوشنبه بود و امروز پنجشنبه است 26 و من و دوستم تولدمون کلا 2 روز فاصله است. من 23 اون 25. برنامه داشتیم که کلا این 2-3 روز رو حالا خوش بگذرونیم و اینا. منتها پدر بزرگ من بیمارستان بستری شد و من کلا این چند روز درگیر بودم. حتی شب تولدم من بیمارستان بودم. دیگه خلاصه گذشت تا بالاخره امروز وقت شد که بریم خرید کنیم، کیک بپزیم و اینا. از اونجایی که یکم دیر شده من دیگه میکاپمو انجام دادم و الان باید آماده شم که بریم خرید. بچه از کنکور اومده. کنکوری بدبخت. ما اومدیم خونه و الان میخوایم بریم کیک درست کنیم. وحشی چه حرفه‌ای این بازی کار. جا خالی افتاد عیزم. خب بذار دیگه عیزم. ببینین این مال منه. تولدمون مبارک. شم روشن با هم دیگه بیاد دیگه برو نمیذاریم. چرا دست من زیرش؟ نه من نداری قدرت من بیاد بابا از اون لحاظ نگه سخت اینجوری. نه سخت نیست بیاد. من خب بچه ها از اینجوری کسی نیست همه شمایش کنه خودمون مشتقل. خب از تو 21 خب
1 2 3 میگم 10 میشماریم. خب 1 اول تو نباید این رو روشن کنی بعدم بشماریم. اون چاقو بود نه؟ آره. مهمیه فیتیله 1 2 3 آرزو نکردم. منم بیا دوباره. آرزو ندارم. بیا اول یه دار تو. خندن بیا. چی میگی؟ به تو چی؟ تو آرزو تو مگه بهم میگی؟ وای یادم رفت چی بخواستم بگم. این همه آرزو کردم. دیگه این آخرین بار. این آخرین باره. مبارکی. جامعه تصویه خودمون درست کردیم بچه ها. حالا تو باید آرزو آرزو ندارم. فکر نگردیم یعنی قرار نیست برای برداشته بودیم. دوباره خب بایسته یه آرزو دیم. همیشه غیر قابل پیش بینی باش. شماف شد بگو. بیا دوتایی. مبارکه. این دود اینجوری خوش. من مرد دودی هستم. قطعش کن. قطعش کن. قطعش کن. بچه گوش. آخه تا چقدر قشنگی. دیگه هم داریم بخون. میریم دریا. سپرایز شدیم. خودم گرفتیم ماشتا. سپرایزم کرده. سابسکرایب لایک زنگوله